سلام بیننده عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم. امروز 15 اپریل است. در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامداران فرودگاه بین المللی گرجستان گروهی از مسافران تاجیک را بدون کدام شرح و تفسیر به این کشور راه ندادند و اجباراً به ازبکستان برگرداندند. بالاخره کرمل به واشنگتن روی آورد. سفیر امریکا میگوید روسیه برای تحقیق حمله به تالار کراکوسی کنار مسکو کمک خواسته است. در پی حمله ایران به اسرائیل، شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورهای شریک در این نزاع را به خویشتن‌داری دعوت کرد. خاور میانه در ورطه قرار دارد. مردم منطقه در روبروی یک جنگ ویرانگر و وسیع هستند. و اما برنامه را شروع میکنیم با خبر از زناشویی میان گروه‌های مهاجران در دو شهر بزرگ روسیه، مسکو و ساراتوف. در یکی از این مناقشه ها سنگ و چوب استفاده شده است، در دیگری ماشین. سبب مناقشه ها معلوم نیست. همکارم شهلای گلخواجه اطلاع می‌دهد که اشتراکچیان زناشویی مسکو بازداشت شده و کمیته تفتیشات تحقیق این حادثه را زیر نظر گرفته است. پلیس روسیه مهاجرانی را که آخر هفته گذشته در شرق مسکو زناشویی گروهی کردند بازداشت نمود. به نوشته رسانه‌های محلی، هنگام زناشویی مهاجران نه تنها مشت و لگد بلکه سنگ و چوب را به کار بردند. لحظه زناشویی را که در میدان مجمع ساختمانی مترونوم رخ داد، ساکنان به نوار گرفتند. ریاست کمیته تفتیشاتی مسکو نسبت این حادثه از روی ماده ابوشی پرونده جنایی باز کرده است. کارمندان حفظی حقوق شخصیت همه اشتراکچیان زناشویی را معین نموده قانونی بودن بود و باشی آنها در روسیه سنجیده می شود. هنوز معلوم نیست که مناقشه با کدام سبب رخ داده است. رئیس کمیته تفتیشاتی تحقیق جنجال گروهی را زیر نظر خود گرفت. همین گونه در خیابان استولیپینی ساراتوف نیز مهاجران با هم زناشویی کردند. در این مناقشه تقریبا 10 نفر اشتراک داشتند. تلگرام کانال های ماش و بعضا نوارهای را نشر نمودند که در آن دیده می شود یک ماشین لادا پریورا با بالای مهاجرانی که مناقشه داشتند حرکت می کند. راننده ماشین تلاش می کند مهاجرانی را که به هر جا می گریختند پخش کند. در نتیجه ماشین یک نفر را زیر کرده به دیوار قهوه خانه برمی خورد و از محل حادثه فرار می کند. با نوشته تلگرام کانال بازا، پلیس نفر جبر دیده را پیدا نموده است، ولی او گفته است نسبت کسی شکایت ندارد. از روی این حادثه با ماده سوءقصد به کشتار پرونده باز شد. جنجال میان مهاجران در روسیه زیاد اتفاق میافتد. وزارت کارهای داخلی این کشور مهاجران را برای اشتراک در زناشویی‌های گروهی از قلمروی کشور اخراج میکند. ادامه برنامه. گروهی از شهروندان تاجیکستان شکایت دارند که آنها را اجازه ورود به گرجستان ندادند و از فرودگاه تبلیسی آنها را پس گرداندند. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در فرودگاه تبلیسی گرجستان اجازه ورود ندادند. مقامات گرجستان هنوز این حادثه را شرح ندادند، ولی در 2 هفته اخیر چند بار است که از راه نیفتن شهروندان تاجیکستان به گرجستان خبر می رسد. همکارم میرزانبی خالقزاد در این باره تفصیلات بیشتر دارد. میرزانبی، این گروهی که آخر هفته گذشته به گرجستان راه نیافتند چی میگویند؟ چرا آنها را به این کشور راه ندادند؟ سلام بینندگان ارجمند. بله مومین، در نوار دیده می شود که بیش از 10 نفر را از فرودگاه تبلیسی پس میگردند. آنهایی که به ما نوار فرستادند میگویند که مرزبانان گرجستان سبب راه ندادنشون را به این کشور شرح نمیدهند. یک نفری که در نوار حرف میزند میگوید او به گرجستان آمده بود تا سندهایش را به سفارت سپارد. همه حجتهایش را نشان داد ولی راهش ندادند. در نوار یک افسر پلیس به شکایت مسافر تاجیک پیشنهاد میکند که قضیه را به دادگاه کشد. این گروه مهاجران را ظاهرا از گرجستان به تاشکند برگرداندند. یکی از آنها میگوید 10 شهروند تاجیکستان را از گرجستان پس گرداندند. گرجستان یک کشور شوروی سابق است که با تاجیکستان نظام روادید ندارد. میرزانبی، راه نیافتن تاجیکان به این کشور مشکلی نو است یا در گذشته هم چنین حادثه ها بود؟ ببینید مومین، دقیقا معلوم نیست که این مشکل از کی پیدا شد، ولی شکایت ها از آخر ماه مارس در این باره پیدا شدند. از جمله روز 26 مارس خبرنگاری تاجیک انوشیرمان اوریپوف گفته بود که او و چند شهروند دیگر تاجیکستان نتوانستند به خاک گرجستان وارد شوند.
انوشیروان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که او با همسر و 2 فرزند خردسالش می‌خواستند به مقصد جهانگردی یعنی سیاحی از روسیه به گرجستان گذرند، ولی در گذرگاه بین المللی سرحدی دریالی در ماندند. وی مجبور شده است دوباره به شهر ولادیکاوکاز روسیه برگردد. به گفته این خبرنگار تاجیک، همراه او 8 شهروند دیگری تاجیکستان نیز به گرجستان راه نیافتند. معلوم نیست سبب چنین رفتار مرزبانان گرجستان چی است. در مطبوعات رسمی هم هیچ خبری درباره احتمال جاری شدن محدودیت‌های برای شهروندان تاجیکستان در این کشور قفقاز جنوبی نوشته نمی شود. پس از حمله مرگبار در مسکو که گمانبران آن را شهروندان تاجیکستان اعلام کردند، در اکثر کشورها برخورد با تاجیکان تغییر یافته است. اخیراً ترکیه نیز نظام بی‌روادید با تاجیکستان را دیگر کرد. تشکر میرزا نبی. منتظر خواهیم شد که تاجیکستان با این اقدام چی عکس العمل نشان خواهد داد. ضمناً در جواب به ترکیه، تاجیکستان هم سر از 20 اپریل برای ورود شهروندان ترکیه به خاک تاجیکستان نظام روادید جاری نموده از آنها خواسته است که برای دریافت ویزا به سفارت و کنسولگری‌های تاجیکستان در ترکیه مراجعت کنند. سفیر امریکا در روسیه میگوید مسکو به طور مستقیم از واشنگتن خواسته است که در تحقیق حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال یاری رساند. اصلا ممالک غربی در ابتدای ماه مارس تخمینا 2 هفته پیش از حمله به روسیه خبر داده بودند که افراطگراهای اسلامی چنین یک عملی دهشتبار طرحریزی کردند. اما آن وقت روسیه این هشدار را دسیسه نامید. تفصیلات در گزارش کیومرث عطا. حکومت روسیه از امریکا خواسته است که درباره حمله به تالار کراکوس سیتی هال که شب 22 مارس به وقوع پیوسته بود معلومات دهد. سفیر امریکا در روسیه لین تریسی آخری هفته گذشته گفت که کشورش معلوماتی دریافتی را درباره حمله مرگبار به روسیه تقدیم کرد. سفیر در این باره تفصیلات بیشتر نداد، اما افزود که روسیه به طور مستقیم معلومات خواسته است و صرف نظر از اختلاف‌های عمیق با کرمل، ایالات متحده آماده است در تحقیق این حمله به مسکو کمک رساند. تریسی میگوید مردم روسیه حق دارند که در فضای آرام و آسوده به سر برند. تا هنوز کرمل در این باره چیزی نگفته است. چند روز پیش از حمله به کراکوس سیتی هال، خدمات اکتشافی یک عده کشورهای غربی از جمله امریکا به مقامات روسیه خبر داده بودند که در قلمرو این کشور حمله های تروریستی دهشت افکنان اسلامی طرحریزی شدند. آن زمان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه این معلومات را شانتاژ نامیده علاوه کرده بود که هدف از آن ترسانیدن و ناآرام کردن مردم روسیه است. روسیه نمیتواند هدف حمله های تروریستان اسلامی قرار گیرد. روز 22 مارس در عرفه هنرنمایی گروه پیکنیک در تالار کراکوس کنار مسکو، گروه سلاح به دست به تماشاگران آتش گشاد. سپس آنها تالار را آتش زده از جای حمله فرار کردند. در این حادثه 144 نفر کشته و بیش از 550 کس مجروح شد. در پی حمله مرگبار، روسیه 4 شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده، آنها را مسئول و یا اجرا کننده حمله نامیده است. چند مهاجری دیگر که اکثریت شهروندان تاجیکستان می باشند، با داشتن نقش در این حمله عیبدار می شوند. تخمین می رود که هنگام استنطاق بازداشت شده ها با شکنجه مواجه شده جرم را به گردن گرفتند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان شکنجه گمانبر شدگان حمله به کراکوس سیتی هال روسیه و معرکه تهمت به تاجیکان را در رسانه‌های این کشور تنقید کرد. سراج الدین مهرالدین روز 12 اپریل در نشست شورای وزیران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مینسک درباره این حادثه و رفتار نادرست با تاجیکان صحبت کرده است. وزیر تاجیک از مقامات انتظامی روسیه خواسته است به حقوق آن شهروندان کشور که در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس متهم می‌شوند احترام گذارد.
مسئولیت حمله را به تالار کراکوس گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. کشورهای غربی نیز باور دارند که طرحریزی و تشکیل حمله روز 22 مارس بر دوش داعش است. اما روسیه بر این نظر است که حمله به کراکوس را اوکراین تشکیل کرده است. کیوف هر گونه عیبنامه را رد می‌کند. حمله مستقیم و بی‌سابقه ایران به اسرائیل در روز 14 اپریل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به جنگ لفظی تبدیل یافت. اسرائیل حمله های ایران را محکوم کرد. نماینده ایران در سازمان ملل گفت حمله ها پاسخی قانونی به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه بود که در نتیجه آن 6 نفر کشته شدند. دبیر کلی سازمان ملل همه طرف‌ها را به خویشتن‌داری دعوت کرد. تحولات نگران کننده اخیر در خاورمیانه در گزارش همکارم طاهری سفر. در اینجا از احتمال وقوع جنگ سخت در خاورمیانه گفتند در جلسه شورای امنیتی سازمان ملل در شهر نیویورک. دبیر کلی سازمان گفت جهان و منطقه تاب و توان جنگی دیگری را ندارند. خاورمیانه در ورطه قرار دارد. مردم منطقه در روبروی یک جنگ ویرانگر و وسیع هستند. حالا فرصت فرونشاندن شدت رسیده است. حالا فرصت خویشتن‌داری کامل است. بعد حمله ایران که خطر جنگ وسیع در خاورمیانه را زیاد کرد، اسرائیل گفت در نهایت پیروز می شود. به قول حکومت اسرائیل، ایران به این کشور با بیشتر از 300 پهپاد و موشک ضربه زده است. حمله نخستین ایران از قلمروش به یک کشور دیگر. از نظر استراتژی امنیتی، نشان دهنده شدت دادن وضع و علامت وهم‌انگیز باوری بیش از حد ایران به خود است. عین زمان بیانگر استراتژی سیاسی است که میل ایران به ریسک‌های بیشتر را نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل گفت که تقریبا همه موشک و پهپادهای ایران را در هوا زدن نابود کردند. با اندیشه من سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی خواست با این حمله ظاهرا محدود نشان دهد که قادر است فضای اسرائیل را رخ نکند. بی سابقه آنچه است که ایران هیچگاه از قلمرو خود به یک هدف حمله نکرده است. تهران گفت که حمله پاسخ به ضربه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه است. پیش از حمله نیز آمریکا و همسایگانش را در جریان گذاشته است. به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی هنوز تمام نشده است. به فکر من حکومت اسرائیل در اندیشه دو پاسخ است. اول حمله هوایی مستقیم به ایران، دوم حمله به حزب الله در لبنان. به فکر من احتمال دومی بیشتر است. با اوج گرفتن تنش‌ها کشورهای جهان خواستار خویشتن‌داری طرف‌های درگیر شدند. درخواست اکثریت دیپلمات‌ها در جلسه شورای امنیت نیز راه ندادن به شدت گرفتن وضع و تبدیل آن به یک جنگ دیگر بود. با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 15 اپریل قاسم رهبر را از منصب رئیس شهر حصار برکنار کرده، اما سببش را نگفتند. حالا به این مقام جبار ناصرزاده تعیین شده است. و تا این دم معاون اولی وزیر کشاورزی تاجیکستان بود. قاسم رهبر قاسم قاسموف 60 ساله است و همگی 2 سال پیش رئیس شهر حصار تعیین شد. از آن قبل رئیس کمیته رشد محل، وزیر کشاورزی و رئیس حکومت ولایت سوخت بود. 2 سال پیش محققان ACCRP مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته حساب بانکی او را در شویتزاریا یافتند. محققان گفتند این حساب سال 2004 باز شده تا سال 2011 فعال بود و در آن زیاده از 9 میلیون دلار را نگه داشتند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر و نو را در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و شبکه ایکس و تیک تاک پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.